بوش نگو ولی بیوخی دیگه بیا بکشم سیامکت ایمان سیامکا کنم اگه چیز مخفی ندارم ما دختر ادکریت شما دلگیری اگه فقط ای شوهر میکوی ای دسته داری ما شوهر همه چرا ناو کردیم اینا زندگی رو آغاز کردیم دوستان از ای بولو بزنیم بسیار مخلصان میخواهند دانند که این خانه رو با شما کی خرید یا کی توفه کرد بی؟ کی میخره؟ کی توفه میگه همین زمان ده؟ من دوستان عزیز بینایی که گلدانه بانو خونه نو خریدن رو بروی سیرک دولتی تقریبا اگر در مجموع بگیم چقدر میشه؟ قریب 2 میلیون رفت این چیز چهار درمش قدیم حتی هم جهاز خانه مرا تلفنم دا زنگ میزنن عروسوش ایش زنگ میزنه قرات میکنم این بچه من قرات میکنم روز تویش هم میرم پاک گیزه دارم همجا پسوله شدم ایشون سالت نیستم میکنم من ایدستم همه هنر بیاید من نیستم من زنم همه چه ایدست نیوه پخت و پس شما رو مجیرون عزیز نفرانی که حجتهایشان تموم شده است و میخواهند که گرانیت سر گذشته باشند من به شما یک شرکتی با اعتماد و باورناک رو شرکتی بخر رو پیشنهاد میکنم حتما به اون مراجعت کنید و شما رو برده به جای لازمی باز پس میگردونم از نام من گپ زنید حتما اسکیت کمی شود شخصانی که بلیط خریداری میکردن با تمام دنیا یک شرکتی باورناک که برای شما توصیه میتونم مو تراول این برادرمون در مسکو در چندین شهرهای دیگه فیلیالی اویاکاس افچک شدگی بلیط ها با تمام روی دنیا ای همه اویاکاس ها ارزانتر مرحمت زنگ بزن نرخشون یک بار پرسید. سلام دوستان و مخلصان عزیز با درخواستی آوازخوان شناخته گلدانه بانو علیارزاده ما تصمیم گرفتیم که این لحظه ها مهمان خاندان او شویم و شنیدیم که خانه نو خریده است و خواستیم که از نزدیک او را تبریک کرده باشیم و چند خبرهای خوش دیگر است که شما از برنامه ما دور نشوید و سیر و اسرارهای نو گلدانه بانو رو ما به شما فاش میسازیم. من دوستان عزیز بینایی که گلدانه بانو خانه نو خریدن رو بروی سیرک دولتی مبارک شد خانواده نو عبدالرحمانی با خونه نو منی اومده شوتی آمده چی؟ دومود آوردگی اخیر برنامه در نشون میده ای دسته ترشو کردم بیاین کن بیاین بالا برای این شعبچه ها؟ آه شعبچه شده مازی این مازی مخلصان عزیز صحبت میکنیم که توی که گلدانه بانو پسر یگانه شون را امیدوار میکنیم بیا بکشم سیامکت ایمان سیامکا کنم اگه چیز مخفی ندارم ما دختر ادکریت سیامکا که تو آخر سیامکا شد تو آخر سیامکا بی خانه اینا شوی ناو کلی نه همه چرا ما ناو کردیم اینا زندگی رو آغاز کردیم دوستان از ای بولو بزنیم زندگی را از نول در اخیر عبدالرحمن مرا شوهر بدیدن عبدالرحمن باشه زنده باشه عبدالرحمن 2 روزه تو را نگاه میکنم نمیایی خدا 4 تا 8 گرفته میدونم فقط در زادروز و در تشکیلی و در شبنشینی و معذاب و عیس کار عبدالرحمن حکیمزاد کار هم نشدیم که ما میدونی هر جونه میریم خیلی بسیار آدم قدردانی نمیه ولی خدمه دیدی رستم عظیمی نیومدن نشت رفت نکشیدن خیر از چه بگیره دارم های هم زادروز داشتیم روز بار دیگر سلام دوستان و مخلصان عزیز این زمان ما در خانه نو آوازخوان شناخته و دوست داشتنی گلدانه بانو علیارزاده قرار داریم شما رو بار دیگر تبریک میکنیم
رحمت سعادت بشه. راستی هر یک انسان آرزو میکند که در شهر دوشنبه خانه شخصی خود رو داشته باشد و ما امروز وارد خانه شما شدیم. واقعا هم یک محیط زیبا، یک خانه با حشمت ساخته اید، نمیدونم خریده اید. بسیار مخلصان میخواهند دانند که این خانه رو با شما کی خرید یا کی تحفه کرد. وی کی میخره؟ کی تحفه میگه؟ همین زمان ده من در یاد دارم که 13 سالشی در همین دوشنبه زندگی میکنم. یکم کس با من خونه ما یا قاشق نخرده، خونه را یکم کس میخرده. من یا تلفن رو که بلین خریدگی نیست. شکرانه خدا مهنت کردم. من قریب 10 سال زیاده تجارتکار بودم. این 10 سال خیلی صنعتکارم که نباشم، هوسکار هستم. من مهنت کردم، مشقت کشیدم، آرزو کردم که من رنگ مردکا صاحب خونه شوم. آرزوی من همین بود که رنگ مردکا زندگی کنم. کار کردم، زحمت کشیدم، تجارتکاری کردم، خیلی خلاصه مهنت کردم. یعنی که خانه رو کسی به شما نخریده، توفه نکرد، با مهنت و زحمت شبانه روزی خودتون خریدید؟ کاروبکا خریدیم. کاروبکا بودن از نول همه تعمیر خودتون کردید؟ دیزاین شکل سورو میگن نه بلخه استوش. من گفتن گرفتم دیزاینش خودم بود. موافق تعبیر شما. من کادو میرم میگفت که نیتای ترک هم تنیم. برای چی من این سوال رو دادم که به اون خاطر که اکثر هنرمندان بانوی ما رو شوهرشون یا سرپرستاشون خانه توفه میکنن. خیال کردم که با شما هم توفه کردن. این نه کجا؟ من خیلی تقدیر نداره. سه تای یک خونه جای زیست خانه کردگی. تقریبا اگر مخفی نباشد برای مخلصان میگفتید که چقدر مبلغ صرف شد که خانه شما به همین سطح، به همین زیبایی رسید؟ خیلی بگم یه هم کس باور نمیکنه به خدا. تقریبا چند هزار سال؟ به نمی خدا بگم باور نمیکنه. کاروبکا خود جا کاروبکا امی اگر ببینه ایکی کی خریدم، ایکی اسکندر خریدم 614,000 سومون فقط کاروبکاش خریدگیم. 614,000 سومون 62,000 دلار میشه. خدا 617 قدرته. انا بعد وای ریمونتش ده مایده یا 3-4 خانه داشتیم، هر جا فروختیم، زمینه رو فروختیم، ماشین رو فروختیم، دفتره یعنی دادیم، فقط ریمونتش ده. تقریبا اگر در مجموع بگیم چقدر میشه؟ قریب 2 میلیون رفت. این چیز 4 درمش خطی هم جهاز خانه قریب 160,000 ده فقط میبل خریدگیم. کوخنیگر میتور، سپن میگر میتور، اینا کل بچه هایی میگه تخت کل بچه. و اکنون خونه تیار آموده. مرسی گفتنی. فقط شوهر میمونه؟ شوهر دارم. باری اول است که میشنوم شما میگید که شوهر. ای دسته دارم شوهر کنم. انا همین سخن رو مخلصان میخواستن از زبان شما شنیده باشن که شما شوهر کرده ولی این رو اقرار نمیشده. انا اکنون باید ای دسته را اقرار شم که دیگه نفرست که شوهر. دیگر غمت کمینتر اده که شوهر نمیکنه. انا که شوهر کرده هیچ که چی نکنه، هر چی ننویسم. انا اکنون مخفی نباشد شوهرتون چیکار است، صنعتکار است، تاجر است، نمیدونم یکم کارمند مفهومات دیگر است، گفتم میتونه؟ هیچی شوهر نگیختم یک عادیه. چیکاره؟ شوهر کردن این باور نکردیست یا؟ من باور میکنم، میدونم که شما دروغ نمیگید. شوخی میکنیم. خیلی خوش آمده، نه دیگه بگیرین یکم چی بگیرین. سلامت باشید. خبرهای ما همیشه خوشند. شما بیکار هستید و راهی چگونه پول کار کردن رو جویا هستید؟ شرکت فابرلیک اقدام پیشنهاد کردنی است که نفران بار اول به این شرکت اعضا شده را با تحفه شاد میگرداند. زنهای عزیز، بانوان گرامی، خواهشی در فابرلیک کار کردن دارید؟ پس فرصت را از دست نداده در حال به این شرکت اعضا شده صاحب تحفه بهترین گردید. رقم ها در روی اکران. ما همیشه به شما کمک میرسونیم.
дер накарда ба мо нависед. شما دلگیری اگه فقط ای شوهر میکوی ای دسته که من شوهر گرفتم. مخلصان عزیز با شما معلوم کردیم که گلدون بانو بوش نگو ولی بیوخی دیگه. مخلصان عزیز چگونه که در آغاز برنامه من به شما وعده داده بودم که چند سری و اسرار نوی گلدون بانو رو فاش میسازیم. من یک سری اون به شوهر برآمده است و یک خبر دیگر شنیدیم که بهروز جان پسر گونه‌تون رو شما ولادار کردنی هستید. این حقیقت داره؟ بهروز اکو ولادارش کنم. برای چی اینقدر جوان است میخواید که ولادار؟ دخترها بیزار کرده اختای دارم دوماده دستشون بریده. هر روز دختر بسر من میان ای قرم زنش بتون میگی دخترها زنکش میره. مرا تلفنم دا زنگ میزنن عروسش ایش زنگ میزنه قراد میکنن این بچه من قراد میکنه به صغیره رو اشتو میازنش که دیگر در خانه بشینه هر جا نروند. ای زنش خرابش نمیشه خیلی. عروس رو چگونه پیدا کردید؟ خودتون انتخاب کردید یا عروسی بهروز جان رو دوست داشتن؟ اوچم دوست داشته نیست. بعد خشته برای اوچم عروس رو مادرتون انتخاب کردن. این عروسای بهروز چی میشه؟ بعد هر روز بعد توی به تایید ما بیایم حکم میگه دیگه بس کردم اوچا میگه چون در کجا برگزار میشود و کدام هنرمندان رو دعوت کردن هستید؟ عوض ارزوها بسیاره. یکی همه ریستانونا بند بودن. یک سروی گفتگی مولی بنده روزی مدت طور نشدیسته. خیلی انشالله نمی یک چینار ده دیدار عثمان همجا ده پیدا میکنه میشه. نه که ایره پیدا نشید. من ارزو داشتم که یک سروی بند بوده است. هم روزهای مدت طوری نمیگیره. عروس آتش میره برسیه و این خاطر ما تیز توی ماندگیم. هنرمندان که ها رو دعوت کردن است؟ همه هنرمندان بیایی که من خرسند میشم. همش مینیاتور میشم. ما دختر مهنتیم. با قدر میکنم با یکم مرا مای دست میومد اکسته یکم خدمت میکنه. خدمت خاک و فیزی هم نبرن. روز تویش هم میرم پاک گیزه دارم همجا پس بده شدم میشون سالت نیستم میکنم. من ایدستم همه هنرمند نیست من زنم همه چه ایدستم یه پخت و پس. شما رو میان هنرمندان بسیار احترام میکنن. شما رو نه تنها همچون یک آوازخوان بلکه همچون یک انسان خاکسار، انسانی که دست کمک شما به همه میرسد. بسیار یک شخص حلیم و مهربان میشناسند و میان صنعتکاران آبروی اعتباری خاصه خود را دارید. و بار دیگر شما رو تبریک میکنیم. این سال فکر میکنم که سال شما است. خانه گرفتید، با شوهر برآمدید و پسرتون رو هم ولادار میکنید. لیکن با شوهرتون اگر از نزدیک باز صحبت میشیدیم میدیدیم باز نقض میشید. روزی توی حتما شوهرش رو باور نکردید نمور برداری کرده و مخلصان نشان میدید. تو درک نید شش هفت مجده تو چخی بیدار نگردهی وای دیل میسوزه سلامت باشید. تو باید آدم میفتی. اکنون هنرمندان بعضی سیر اسرار دارن که باز مخفی میموند، پس پرده میموند، ما آگاه نمیشویم. بار دیگر مبارک شود. سلامت باشید. و با مخلصان و بینندگان برنامه کانال مهراب رو چی گفتنی و تمنی دارید؟ با مخلصان گفتنیم که زندان سلامت باشد. یکم شکرانه خدا که خداوند مرا اینقدر دوست می‌داره، اینقدر صاحب هم نام هم صاحب نام کرد. شکرانه خدا و شکرانه مخلصان، شکرانه وطن دولت ملت هم که مرا دستگیری میکنن. به این مرتبه من رسیدم. شکرانه خداوند و شکرانه مردم وطن خودم. بله، تشکر زیاد میگیم به شما که ما رو به خانه خود دعوت کردید، قدر کردید. و بینندگان عزیز، ما مهمانی آوازخوان شناخته گلدون بانوی علیارزاده بودیم. برنامه‌های دیگری ما رو از کانال مهراب رو تماشا کنید. خیر تا برنامه‌های دیگر. دوستان و مخلصان عزیز، اگر شما خواهید که برنامه‌های نو و جالبی ما رو تماشا کرده باشید، با کانال شخصی من در اومده حتما ابونه شوید.